کاکا جان، بچه شما فلج است. من نمیتونم امرو از او ازدواج کنم، زندگی خراب کنم. به نام خداوند مهربان در این ویدیو براتون یک داستان خیلی فوق‌العاده عالی و جذاب آوردیم. پس قبل از اینکه داستان شروع کنین، چینل رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، بعد از بیاین به داستان. داستان از کجا شروع میشه؟ از زمانی که خورشید قصه میکنه. خورشید میگه ما یک دختر 21 ساله هستم. در یک خانواده فقیر به دنیا آمدیم. خانواده ما خیلی کوچک است. فقط ما هستم، پدرم است، مادرم است. البته ما دیگه بیادر ندارم و خانه ما از کرایی است. یک خانه غریبانه داریم. در شهر مزار شریف ما زندگی میکنیم. پدرم که هست موچیست، علمی بوتا و چیزای مردم هم رنگ میکنه هم میدوزه. مادرم چند سال میشه که با مریضی سرطان دچار است و پایایش وجودش زیاد ضعیف شده. در خانه ما از این مادرم مراقبت میکنم و همچنان پالی مراقبت لیف بافی میکنم. لیف میبافم، بعد از او باز برای دکاندارا و یا نظر به قرارداد میفروشم. داره 8 روپه 7 روپه. از اون یک چیز خرج شاید میکنیم. باز یک چیز پدرم، یک چیز ما پیسه ما را جمع میکنیم. ماهانه کرای خانه و خرج مصارف خانه را میکشیم. زندگی ما خیلی یک زندگی دشوار است. نسبت به دخترای هم سن و ساله که دارم زیاد فرق میکنه. اونا در این سن و ساله که هستن تا ما خیلی خوشبخت‌تر و آرام‌تر هستن. چند بار خواستگار پشت ما آمد، اما به خاطر شرایط زندگی صحیح که نداشت و همچنان به خاطر که مادرک مریض است، پدرم نمیتونه هم زمان هم کار کنه و هم از مادر مراقبت کنه، ما به اون خاطر خواستگارای من رد کردم. انشالله که بخیر مادرم خوب شوه، بعد از او باز من یک کارش میکنم، خدمت مادرم میکنم. نمیشه او روز از دیگه قرار ششتیم امرای مادرم قصه دارم. مادر جان انشالله بخیر شفا پیدا میکنی، بخیر خوب میشی، تشویش نکو قدر. مردم ها از چی مریضی های خلاص شدن تا خواهی چستی. بعدنم ششته بود دم کنج اتاق گفت دخترم خدا تو را خیر بده که خدمت مادر تا میکنی. انشالله که خداوند اجر و پاداش برات بده. خورشید گفت قربانت شوم پدر جان، امی که دعا میکنی بر من همه چیز است. ولی واقعیتش زندگیمو زیاد تلخ بود، خیلی سخت بود زندگیمو. نی کاکا، نی ماما، نی قوم، نی خیش باور کنین به درد آدم نمیخوره. خصوصا وقت دست تنگ باشه هیچ کس برای دست در روز پیش نمیکنه، دست کمک پیش نمیکنه. دمی روز بود که یک تجار مشهور در شهر مزار شریف که کارای صادرات و واردات آرد و برنج و روغنی کارا را میکرد، در کمک های از این ما برابر شدیم. از طریق آشنا و لاین ارتباطی و گپا اینمی نفره که تجار است به نام آجی نسیم که یکی از تجارای مشهور است، خیلی پول داره، پیسه دار است. آجی نسیم در کمک هایی که میخواه که برای افراد که به بضاعت است، یعنی افراد که نیازمند است، یک مقدار پول، مواد خوراکی، لوازمه که خانه دیگه یگانی سوسو کمک میکنه. در کمک هایی که ما برابر میشه، آجی نسیم میایه بر ما کمک میکنه. در این قسمتی که بر ما کمک میکنه از ما ویدیو میگیره. گرچه پدرم گفت که مگه شما ویدیو میگیری من اجازه نمیتم. آجی نسیم گفت نه گفت اما ویدیو را میگیرم که برای بچیم و خانمم نشان بدم. خانمم زیاد خوش داره که دست خیراندیش داشته باشه، فقط هم کمکایی که میکنیم خانمم میبینه. گفت اصلا ما در صفحات اجتماعی نشر نمیکنیم. اینا قبول کردن، همین کمکایی را که کردن. باز از مادر از ویدیو گرفت، اما خورشید میگه البته از مادرم ویدیو گرفت، از خودم، از پدرم. اینا باز یک مقدار برنج، آرد، روغن، نخود، لوبیا، بوره، همین خرچ یک ماهی ما را واقعیت آورد خانه شاباد. خیر ببینی یک 2-3 هزار پول نقدم بر ما کمک کرد. دمی آهسته آهسته کارهایی که بود یک هفته تیر شد. یک هفته بود آجی نسیم یک شب خانه ما آمد. اینمی تجار مشهور خانه ما آمد. در روزی ما تک تک شد. پدرم واس کرد
گفت سلام علیکم کاکا جان، خوب هستین؟ بخیر. پدرم برای حاجی نسیم گفت سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستین؟ بفرمایین، چطور که دیگه وقت شب خانم اومدین؟ حاجی نسیم گفت که امرویتون یک چند کلمه گپ میزدم، میمان کار ندارین؟ پدرم گفت بفرمایین بیاین حاجی صاحب، بیاین چای ما رو بخورین. حاجی نسیم امروی پدر خورشید رفت خانه. دیگه خورشید میگه من تعجب کردم دی وقت شو ای تجارم است، این آدم پولدار در خانه ما چی میکنه بعد از یک هفته که کمک کرده؟ تعجب کردم. پدرم امروز ازی در اتاقک صحبت میکرد. من خب با چوب رفتم از این پشت اتاق گوش کردم که اینا چی میگه. حاجی نسیم گفت که کاکا جان انشالله که خوب باشین، خواستم درباره یک موضوع خیلی امرویتون صحبت کنم. یک هفته پیش که من بر شما کمک کردم امو ویدیویی را گرفتم، میخوایم رو گپای ما بگویم. او ویدیو را بچیم و خانمم دیدک. بچیم دخترتون خوش کردک، از دخترتون خوشش آمده. دمی چند روز شله بوده که امی دختر بر من خواستگاری کو بگیر. گرچه من شرایطش و فرصتش مهیا ندیدم، اما بازم گفتم باشه یک اقدام کنم. دیگه اگر مشکل نیست که امی دختره که تانه برای بچه ما خواستگاری کنیم، بیایم امرای مادر جانش خانم ما. ولی اینجا یک مشکل هست. البته نظر به این مشکل باز من از شما امو رضایت میگیرم. پدر خورشید گفت چی مشکل است؟ بفرمایید بگوین مشکل چی است؟ گپتان خلاص شو خیر، باز من انشالله تصمیم من میگیرم. بچه که من که از تقریبا چند سال پیش یک حادثه ترافیکی کرد که در این حادثه ترافیکی یک دست چپش قطع شد و 2 دانه پایش فلج است فعلا. دیگه بچه یک آدم معیوب است بر فعلا، گرچه دکترها گفته که به مرور زمان نظر به کمک هایی که از طریق ارتوپدی روحیه و ذهنیت دیگه با جور میشه، ولی تقریبا 5 سال 4 سال است که باش فلج است 2 دانه پایش و یک دستش قطع شده. زیاد تداوی کردیم، کشورهای مختلف بردیم، اما تا فعلا کدام نتیجه مثبت بر ما نداده. دیگه اینی مشکل است که از طرف بچه ما است. گرچه من بچه ما گفتم که شرایطش نداری بر فعلا، شاید قبول نکنن، اما موضوعات شله گرفت که پدر برو یک بار خانه از یا پدر برو یک بار خانه از یا. پدر خورشید بر حاجی نسیم گفت که حاجی صاحب شما بر ما کمک کردین، خانه تان آباد، قدر عزت فرمودین، دیگه خوبی کردین بر ما و بزرگی کردین که دی وقت شو آمدین خانه ما. ولی متاسفانه دخترک من نمیتونم آیندهش خراب کنم. دختر من بیعیب بی نقص از خداوند نگاهش کنه، اما من نمیتونم که زندگیش حیاتش خراب کنم و نمیگم که بچه تون بعد است، ولی خداوند شفای عاجل نصیبش کنه. من راضی نیستم بدون از اینکه در خانه صحبت کنم امرویش. من به کار رضایت ندارم. هر وقت خانه ما بیاین قدمایتون به دیدای ما، اما اگه به این سیستم میگین دیگه جواب ما منفی است. با معذرت. حاجی نسیم گفت خیلی مشکل نداره، شما بازم یک فکر کنین، ما یک بار دگان باز انشالله خبر میگیرم. خیلی فعلا مزاحمتان نمیشم به اجازهتون. حاجی نسیم خیز در موشه و از خانه از یا برآمد. خورشیدم میگه من پس رفتم در اتاقم تیرم آوردم. وقتی پدرم تا دان دروازه یار بدرقه کرد پس آمد، من ازش پرسان کردم، گفتم پدر چی رقم گپ است؟ چی میگفتی حاجی؟ پدرش گفت هیچ، همون تا آمده بود مسیر راه شده بود، یگان موضوعات دیگه پا بود. گفت راستی پدر؟ گفت بچه‌م دخسش نشو، برو خوشو برو. خورشیدم به خاطر که پدرش نفهمه خود بیخبر انداخت و رفت در اتاق خود. اما میگه وقتی در اتاقم خود انداختم اون تو پشت سر طرف چت اتاق سایل کردم، گفتم خب بچه از یای کاش جور می بود بچهش، چقدر خوب میشتم وقت میرفتم من باش ازدواج میکردم، خوشبختم میشدم، فامیل ما حمایت میکردم. ولی هرچی نباشه کل زندگی خوب پول پیسه نیست، نمیشم رو از اون خدا بدبخت کنم. دستش قد 2 دانه پایش فلج. اما تو دیگه خواه شدم، گفتم میام از تاله بعد ما آدم ما را یکی خوش کرده پولدار بودم، ما هیچ چیز نداره از لحاظ فیزیکی.
احمد، بریم به صحنه قسمتی که احمد است. نام بچه احمد است، بچه که فلج است، بچه آجی نسیم. احمد میگه که بعد از اینکه ما حادثه کردم بسیار زندگی برام سخت شد. یک دستم قطع شد، 2 پایم فلج شد، در ویلچر زندگی میکنم. ایسو برو مردم کمکم میکنه، البته خدمتگار خانه ما 1 تا 2 تایی که هست. پول داریم، زندگی داریم، دارایی داریم، همه چیز داریم، اما جان جوری من ندارم. اینمی برام زیاد سخت است. مادرم به خاطر از اینکه خداوند عمر و جان و مال و زندگی ما برکت بندازه، هر ماه به یک فامیل غریب یا فقیر کمک میکنه. پدرم اینمو تو هر بار کمک میکنه باز یک ویدیو میگیره بر مادرم نشون میده. مادرم خوش شد از ویدیو. دیگه دم یکی از روزا پدرم یک ویدیو رو آورد، گفت به فامیل یک موچی ما کمک کردیم، اینی فامیلش است. نام خدا زیاد خوش شده بود. ما و مادرم ویدیو را سیل داشتیم. ویدیو را که سیل داشتیم من دختر از دیدم. نام خدا چشمایم بیخی رفتم تو برش. چقدر یک دختر مقبول، چقدر یک چهره زیبا داشتی، ولی در خانه فقیر و غریب چی میکنه؟ یعنی گفتم باور من نمیشه. ما دمی سن زیاد دخترها را دیدیم، اما این دیگر رقمی مقبول بود. خیلی ازش خوشم آمد. واقعیت خیلی دختر مقبول بود. گرفتم این ویدیو را از پدرم گرفتم، چندین بار اموش ویدیو را سیل کردم. ما خیلی خوشم آمد از این. امو نفره که خانه ما را گارد دان دروازه ما که هست، برش گفتم که از فلانی خانه برو خب چوب معلومات بگی ببین کی است چی است. معلومات گرفت، درباره از این خوب صحیح مفهمیدم. چند دانه عکسشون پتکی از دور برام گرفته بود. عکسایش می دیدم. 1 هفته تیر شد. امروز مادرم این موضوع را یاد کردم. مادرم از یک لحاظ خوش شد، از دیگه لحاظ جگر خون شد. جگر خونیش به ای بود گفت اگر تو را می آدم رد کنه، امکان زیادش هم هست که رد کنه. 2 دانه پایت فلج است، 1 دانه دستت هم قطع شده دیگه. تو یک آدم معیوب هستی به یک حساب. این رقمی خب بیخی خرابی میشه. من گفتم مادر امروز پدرم گپ بزن، خیلی مشکل نداره، یک بار میگه موضوع را یاد کن، شاید قبول کنه. گرچه من دل نادل بودم، ولی پیش خود گفتم اینمی آدم خود زندگیش فقیر از غریب است، شاید از طریق من بتونه یک زندگی خوب برای مادر پدر خودم جور کنه و برای خودم جور کنه. و دکترام گفته پای جور میشه، بیا ببینم اگه چانس من یک امتحان میکنم. چون واقعیت ازش خوشم آمده بود. خودم 26-27 ساله آدم شده بودم دیگه، نیاز داشتم که اگه سفر داشته باشم در زندگی. من واقعیت امی آدم مورد ضرورت، مورد پسندم بود. مادرم امروز پدرم گپ زد دیگه. پدرم رفت یکی از امو شبا، اما وقتی که پس آمد جواب رد داد. گفت بچیم پدر از او قبول نکرد به خاطر که این مشکلات تو داشتی و نتونستم چیزی برش بگم. فقط گفتمش خیر شما یک چند وقت فکر کنین باز به ما حوال بدیم. احمد میگه که اینقدر جیگر ما خون شد. پدر ما گفتم پدر جان حق دارن، نمیتونیم این مردم ملامت کنیم، حق دارن، بیا خیر باشه مشکل نیست. جیگر ما اینمو تو خون شده بود. رفتم وضو کردم، نماز ما خواندم، گفتم خدایا حالا که یکی از بندای تا دل ما جای دادی، این رقم مشکل پیش شده، ای کاش دست ما قطع نمیشد، ای کاش فلج نمی بودم. او خودم میرفتم که ازش خواستگاری میکردم. اینمو تو جیگرم خون 1-2 ماه تیر شد. در 2 ماه من همیشه عکس و ویدیوهای از ایران میدیدم. 1 دانه عکس از ایران من چاپ کرده بودم، امورم سیل میکردم. مادرم میامد میدید جیگرم خون، او هم امرایم جیگر خون میشد و کار کردن نمیتونست، به خاطر که من یک آدم معیوب عیبی بودم. او نمیتونست که حیات زندگی یک کس دیگر را خراب کنه. گرچه چند بار گفت که من میخیزم میرم، ولی احمد میگه من نماندمش. گفتم او دختره که زندگیش نباید امرای من خراب شد. حال دیگه که قبول کرد دیگه نمیخواه. خورشید میگه که مادر ما دمی شب و روز وضعیتش بسیار خراب شد. مادرک از این سرطان داشت. میگه ما و پدرم بردیم شفاخانه، در شفاخانه اوجا بستر شد.
بچکاریایی که بایدی میشد و دوا و تداوی که باید میشد بسیار قیمت بود. خلاصه حتی دوای ازی از $100 به بالا خیز میزد و ما دمای 2000 افغانی هم کارگر نبودیم. جیگرم خون بود. دکترم میگفت که دوایش اینقه میشه. پدرم دوست به دوست، خانه به خانه، دوست، رفیق، قوم، خیش، اقارب کلش رفت. اما کسی برش میدادن قرض، اما او مقدار پیسه نمیداد که دوا و تداوی مادرم شود. شرایطشون خراب بود. حتی به حد بود که نمیشد دیره پس خانه بریم. مویکایش کلش رفته بود، ابرویش، مویش هیچ چیز نداشت. بسیار وضعیتش خراب شده بود. تحت تداوی بود. دیگر رایل هم نمونده بود. پیش خود فکر کردم. جیگرم خون بود. گفتم بیا یک کار دیگه خو میشه. یک فداکاری که مادر تداوی شود. دیگر رایل نیست برد. 100 دل یک دل کردم. رفتم شماره حاجی نسیم پیدا کردم از یک طریق. تا شمارهش زنگ زدم. بدون از اینکه مادر پدرم خبر شوند بر از این زنگ زدم. حاجی نسیم تلفن جواب داد. گفت بله بفرمایین. من گفتم حاجی صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. گفت بفرمایین شما کی بودین؟ یک بار خورشید گفت که ما عمو دختر هستم که 2 ماه پیش خواستگاری آمدین، بچه‌تون خوش کرده بود. گفت خو دخترم خودت هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. بگو امرکا چرا خیرت؟ خورشید برای حاجی نسیم گفت که حاجی صاحب شما چند ماه پیش آمده بودین به خواستگاری ما که مرا خواستگاری کنین از پدرم برای بچه‌تون، ولی فامیل من رضایت نشان نداد. حالا هم سرگپتون استاد هستین؟ حاجی نسیم گفت دخترم جدی میگی؟ چطور که نظرت تغییر کرد؟ خورشید گفت حاجی صاحب ما یک شرط دارم. اگه شرط ما قبول کنین حاضر هستم امرای بچه‌تون رو روسی کنم. ده غیر از اونه. حاجی نسیم گفت بگو دخترم بگو چی شرط است؟ بگو هر شرطی که بگی من قبول میکنم به خاطر خوشی بچه‌م. خورشید گفت حاجی صاحب مادرم اینی مریضی را داره، فعلا شفاخانه است. اگر تمام مصرف تداویشه تا آخر اگر بر عهده‌تون میگیره تا زمانی که مریضیش درمان نشده تمام مصارفش در گردن اگه میگیره ما حاضر هستم که امرای بچه‌تون ازدواج کنم. قبول دارین؟ حاجی نسیم گفت که دخترم قبول دارم شرطت قبول دارم. تمام مصارف تداوی مادرت، خرج و مصرف خانه تان هر ماه از پدرت از مادرت خودم میتونم. بیخی دلت جمع باشه. فقط به خاطر خوشی بچیم ازدواج کنم روش. ما در کدام شفاخانه هستی؟ اینم هم میایم بدیدنت. آدرس شفاخانه را خورشید برش داد. آمد بدیدنش. حاجی نسیم دور از پدرش تک و تنها امروش ملاقات کرد. حاجی نسیم برای خورشید گفت که دخترم بچه من خود دیدی که اینی مشکلات داره، شاید خبر باشی. اینی عکس بچه‌م است. دستش قطع است، 2 پایش فلج است. بچه‌م دمی چند ماه عاشق تو شده. همیشه تو را یاد میکنه، اما به خاطر معیوبیتی که داره جرأت نتونست بار دوم برات بیایه خواستگاری کنه. ببین دخترم اگر تو بچه‌م خوش نگاه کنی، اگر واقعیت همراهش باشی، لبخند در لبایش بیاری، امید در زندگیش بیاری، ما برات قول میتونم که پدرت فامیل حمایت میکنم. حتی اگر خوش داشته باشی در خانه ما زیاد کلان است. مستم بچه‌م است، خانم است. خلاص کوچتونه بخیزین بیارین در خانه ما کلان است. برتان یک ایسای خانه را میتیمونیم اونجا زندگی کنین. خورشید گفت صحیح سوچ صاحب، من امروی پدرم گپ میزنم در این باره، باز برتان خبر میدم. خورشید میگه رفتم پیش پدرم گفتم پدر یک موضوع را برتان میگم ازم خفه نشین. پدرش گفت بگو دخترم چی گپ است بگو. پدر حاجی نسیم زنگ زدم و برش جواب مثبت دادم. گفتم من بچه‌ت میگیرم. یک بار پدرم از این جای خود استاد شد که نمی قفاق دمی رویم زد. گفت جنجال و غم و درد ما کم است که تام سر ما جنجال انداختی؟ چی گپ است؟ یه چی کار است که تو کردی به اجازه ما؟ زندگی تو خراب میکنی؟ ما و آدم جواب دادم باز تو میکنی؟ خورشید طرف پدر خود سایل کرد. گفت پدر
ما به خاطر مادرم تو کردم، به خاطر که تداوی شوه. حاجی نسیم تمام مصارف تداوی خانه ما را بر عهده گرفته، خرج و مصرف ما را، مصارف تداوی مادرم تا آخر وقتی که بخیر خوب شوه. در مقابلش ما همراه بچهش ازدواج میکنم و به این ازدواج من رضایت دارم پدر و هیچ مشکل ندارم. پدر من خوش هستم. پدرم گفت نه، من زنده باشم اجازه نمیتونم که دخترم زندگیش خراب شوه. امید نو میرفت که با حاجی نسیم بگه که یک بار دست پدرم گرفتم. پدر نکو خیره، به خاطر جان مادرم، به خاطر زندگی مادرم، تو اگه بخوای نخوای ما قبول کردی میره. پدرم راضی کردم. پدرم راضی نمیشد ولی به زور من راضی کردم. وقتی که راضی شد 100 دل یک دل کرد، اما در این حالت راضی نشد که من برم یا مادر پدرم بره خانه حاجی نسیم زندگی کنه. گفت ما خوش داریم دختر بری به نام نیک، ولی تا زمانی که من میتونم خودم خرج و مصرف خدا بکشم ما در خانه نمیکنیم زندگی. غیرت ما اجازه نمیده. مادرم مریض بود، بستر بود، مصرف و تداویش داد، دوایش خرید. هفته یک بار 2 بار میرفتیم پیش دکتر. مرا خواستگاری کرد حاجی نسیم به بچه خود. بچهش که من دیدم خیلی جنجالی بود، دستش معیوب، پایش فلج. به خاطر که بچهش مایوس نشه امروش خیلی خوب رفتار میکردم. روزی که نامزد شدیم چله را دستش کردم و چله را دست ما کرد. مرا گفت که خورشید ما باورم نمیشه که تو با این زندگی سروازم مرا انتخاب کردی، خوش کردی. ما طرفش سیل کردم، گفتم ما خودم باورم نمیشه که روزه میشد که من امروی قسم یک آدم فلج ازدواج کنم. ما نامزد بودیم. در دوره نامزدی همیشه برامو زنگ میزد. من علاقه برش نداشتم، نه دوستش داشتم نه علاقه، چون من باور نمیکردم همسفر زندگی می تو یک آدم باشه. همیشه نازم میداد، برام تو فرعون میکرد، نازم میخرید، اما من اصلا علاقه برش نداشتم. بعد از یک مدت ازدواج ما شد، عروسی ما شد. همراه یکی دیگه ازدواج کردیم، عروسی کردیم. دیگه خانه بخت خود ما رفت و تداوی مادرم ادامه داشت. حاجی نسیم خرج مصارف خانه و تداوی مادرم میداد و پدرم موچیگری خود ایلا کرد به خاطر که از مادرم مواظبت کنه و اما آنها خرج و مصرف خانه را حاجی نسیم میداد. در ازای ازی که من بچهش گرفته بودم، همراه بچهش من بودم. ولی با مرور زمان اخلاق، رفتار، کردار، دل پاک احمد مرا مجذوب خود کرد. ما بیشتر به احمد تمایل پیدا کردم. عاشق اخلاقش شدم، عاشق رفتارش شدم. ما برش همیش بی توجهی میکردم، قدر قصهش نبودم، اما او همیش نازم میداد. خلق خوش داشت برام، خیلی کدام رفتار خوب میکرد. آستا بعد از یک مدت مهر احمد در دلم افتید، مهر ازی افتید. امروز ازی ما رفتارم خوب کردم، امروز محبت کردم. با مرور زمان کمکش کردم، کوشش کردم که احمد سر پای شود. بعد از 6 ماه احمد کم کم پایش جور شد، کم کم ویلچر اوسو کرد و امروز آسا چوب میگشت. ما و احمد بسیار همیار یکی دیگه خوش بودیم. مادر پدرش از من راضی بود. دمی شب روز بود که خبر مرگ مادرم رسید. مادرم در بستر مریضی از دنیا رفتم گریه کرده پیش مادرم. مردهش جنازهش افتیده بود، رویش ماچ میکردم دستشه. ایقه گریان کردم که به اندازه، ولی مادرم رفته بود. 1.5 سال تیر شد. بعد از 1.5 سال با کمک کردم، همدلی کردم، تداوی های پشت در پشت احمد را گشت، پایش جور شد، فقط یک دستش فلج بود خلاص. ما و احمد مهر ما در دل یکی دیگه افتید، خوشحال بودیم. از احمد ما یک دونه دخترک پیدا کردم، یک دخترک 1 ساله شد. دخترک ما 1 ساله شد و نامشم آسنات ماندیم. زندگی ما آرام بود. پدر ما همراه ما زندگی میکرد. پدرم چون تنهایی دیگه نصرفید برش. هر هفته میرفتم سر قبر مادرم. یکی از شوا بود که از بینیم خون آمد، سرم گنگز شد. برای
احمد نگفتم. این مریضی ما چند روز ادامه پیدا کرد تا ای که بسیار فشار آمد سرم. احمد مرا دکتر برد. دکتر معاینات کرد، گفت که خانم شما سرطان مغزی داره، 50% مریضیش پیشرفته شده، باید تحت تداوی باشه. چون از مادرم به من حرص فکر کنم مانده بود و پسان بروز دادی سرطان خوده. از یک لحاظ به خاطر دخترکم جگرم خون بود. من مطمئن بودم سرطان تداوی نداره و یک روز نه یک روز از دنیا میرم. احمد زیاد جگرخونی میکرد، نازم میداد که تداوی میشی، بخیر خوب میشی، قربانت شم. نازم میداد دخترکم پیشم. 5 ماه از مریضی ما گذشت. هندوستان، پاکستان، جایی که نبود به تداوی بردنم، اما فقط دوا میدادد و مرض مرا نگاه میکردن که پیش رفته نشه. با مرور زمان از پچکاری های قوی که مرا میکردن، مویای سرم رفت، ابروهایم رفت. با آستا حقایق آخر مرگم رسید. احمد گفتم که احمد، مواظب دختر ما باش. دختر ما را بهترین زندگی را برش فراهم کن. درس بخونه، زحمت بکشه و همیش یاد بود مادر خدا و خاطرات مادر خدا زنده نگاه کنه. مواظب دختر ما باش. و بالاخره خورشید هم از دنیا رفت و این داستان دست نوشته آسنات دختر خورشید است. اگر از داستان خوشتان آمده حتما کامنت، سابسکرایب و لایک فراموش نکنین. تا داستان بعدی شما را به خداوند یکتا و بنیاز میسپارم. خداوند یار و یاورتان.